ایران هم برای خودش قاچاقچیانی داره که کارتل‌های بزرگ رو اداره میکنن. قاچاقچیانی که در دنیا هم شناخته شده هستن. اگه کل دنیا ال چاپو و اسکوبار رو به عنوان مخوف‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در دنیا میشناسن، در خاورمیانه افرادی وجود دارن که تنه به تنه این دو پیش میرن و در گمنامی محض تا قبل از دستگیری چنان گردش مالی عجیبی دارند که با نفرات شناخته شده برابری میکنن. لباس اتو کشیده و شیک با کفش‌های ورنی براق، نقطه مشترک اغلب گانگسترهای معروف جهانه که بیشتر اونها با قاچاق مواد مخدر به پولدارترین های جهان تبدیل شدن. حالا این موضوع در میان قاچاقچیان حرفه‌ای ایران شکل دیگه‌ای به خودش گرفت و اغلب اونها در خانه‌های روستایی زندگی میکنن و خودشون همراه محموله‌های مواد مخدر در تردد هستن. از این شخص به عنوان یکی از کارتل‌های اصلی مواد مخدر در ایران نام برده میشه. او فعالیتش را از اواخر دهه 60 در جنوب شرق کشور آغاز کرد و خیلی زود به بزرگترین قاچاقچی کشور تبدیل شد. او سرکرده 11 باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر بود و 800 تن مواد افیونی به داخل کشور ترانزیت کرده بود. ابعاد فعالیت این مرد 50 ساله به اندازه گسترده بود که پلیس مبارزه با مواد مخدر بعد از دستگیری وی اعلام کرد که تمساح خلیج فارس تنها یکی از باندهای در ارتباط با این فرد بوده. اما نامش نصیر بامری، معروف به قورباغه مکران بود. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. بهمن ماه سال 1394 پلیس موفق شد در هرمزگان یک بنگاه دار رو شناسایی کنه که در کار قاچاق مواد مخدر بود. این فرد دستگیر شد و اعتراف کرد چند صد کیلو مواد خریده بود که بفروشه، اما پلیس اون رو دستگیر میکنه. خرداد سال 1396 بود که خبری کوتاه در رسانه‌ها منتشر میشه. رئیس پلیس وقت استان سیستان و بلوچستان از دستگیری قاچاقچی مشهور مواد مخدر معروف به قورباغه مکران خبر میده. 2 روز بعد اطلاعات تکمیلی از قورباغه مکران منتشر شد. این متهم که هیچ وقت نام اصلی اون فاش نشد، از سال 1371 شروع به قاچاق مواد مخدر کرده بود. این قاچاقچی که قتل، راهزنی و شرارت در پرونده‌اش نوشته شده بود، به ترانزیت 800 تن مواد مخدر اعتراف کرد. نصیر بامری از پاکستان به سروان مواد قاچاق میکرد و بعد هم از اونجا به شهرهای دیگر میبرد. پلیس 6 بار برای دستگیری قورباغه مکران اقدام کرده بود که هر بار ناکام بوده بود. این متهم سرانجام در شب عروسی دخترش در دلگان شناسایی شد، اما او متوجه حضور مأموران شده بود و قصد داشت با چادر زنانه فرار کنه که موفق نمیشه. این متهم 100 خانه در تهران، کرج، دلگان، زابل، زاهدان، لارستان و مشهد داشت. قورباغه مکران که چند نفر از او مراقبت می‌کردند 15 میلیارد تومان در آن سال در خانش پول نقد داشت. قورباغه مکران بعد از تمساح خلیج فارس مخوف‌ترین قاچاقچی ایران بود. پلیس ایران اما از سالهای گذشته تا کنون تونسته با اقدامات متعدد خودش در راستای برخورد با قاچاق مواد مخدر توفیقاتی داشته باشه. پلیس پیشگیری طرح ویژه‌ای رو در امر برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان حرفه‌ای به مرحله اجرا گذاشت. دستگیری خرده فروشان با جدیت دنبال خواهد شد. در سالهای گذشته در کشور افغانستان که در همسایگی ایران قرار داره تولید مواد مخدر به شکل تصاعدی افزایش یافته بود که این میزان یک آسیب جدی برای جامعه جهانی تلقی میشد. یکی از این قاچاقچیان بین المللی به نام نصیر بامری معروف به قورباغه مکران در سیستان و بلوچستان دستگیر میشه. این فرد 11 شبکه بین المللی رو هدایت و ارتباطات سنگینی در قاچاق مواد و پولشویی داشته. بیش از 200 میلیارد تومان اموال این شخص توسط مراجع قضایی توقیف شد و پرونده او در جریان بود. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اینکه تعداد زیادی از قاچاقچیان داخلی با این فرد مرتبط بودند گفته بود 300 عنصر داخلی شناسایی و تحت پیگیری قضایی قرار گرفتند.
این فرد 50 ساله و سابقه 15 ساله در این حوزه در 4 سال گذشته فعالیتش رو گسترش داد و مواد مخدر رو از خارج مرزها به داخل کشور وارد میکرد. این فرد در کشورهای آفریقایی و حوزه خلیج فارس فعال بود و به این مناطق مواد مخدر قاچاق میکرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته بود 15 عضو اصلی این باند که همدست نصیر بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین باند تمساح خلیج فارس هم یکی از افراد مرتبط با این شخص بوده که مواد مخدری در قالب جاسازی‌های فنی و پیچیده وارد کشور می‌کرد و پلیس هم با کارهای اطلاعاتی پیچیده موفق به کشف اونها می‌شد. این متهم که در سیستان و بلوچستان دستگیر شد قاچاقچیه که نزدیک به 2 دهه در قاچاق مواد مخدر سابقه داشته. وی در بازجویی‌های اولیه به جابجایی 800 تن مواد مخدر اعتراف کرده بود و جزو قدیمی‌ترین و پولدارترین قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بود. در بررسی‌های اولیه مشخص شد او گردش مالی عجیبی هم داشته. قورباغه مکران علاوه بر قاچاق مواد مخدر به ایران در خارج از کشور هم فعالیت گسترده‌ای داشت. او و باندش مواد مخدر را از کشور افغانستان به پاکستان منتقل می‌کردند و بعد از انتقال مواد به بنادر این کشور اونها رو به کشورهای آفریقایی و حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کردند. در تیر ماه سال 1395 دادستان وقت زاهدان در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا 1 ماه آینده کیفرخواست این قاچاقچی صادر میشه. بعد از این اظهار نظر درباره سرنوشت این قاچاقچی خبری منتشر نشد و شاید آخرین مصاحبه درباره پرونده وی بوده. این متهم در تحقیقات اولیه به ترانزیت انواع مواد مخدر اعتراف کرده بود و تحقیقات بیشتر برای شناسایی سایر همدستان و عوامل مرتبط با اون ادامه داره. رئیس پلیس استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به سوالی درباره چرایی مشخص نشدن احکام قاچاقچیان بزرگ و سرشبکه‌های بین‌المللی مواد مخدر سالها بعد از دستگیری اونها از جمله تمساح خلیج فارس با 2000 میلیارد تومان گردش مالی و قورباغه مکران با ترانزیت بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر و معروف به سلطان کوکائین که چندین سال از زمان دستگیری اونها میگذره گفته به عنوان مثال پرونده تمساح خلیج فارس به واسطه ابعاد مختلف اونها و زمان بر بودن شناسایی اموال این قاچاقچی هنوز در حال رسیدگیه و حتی بعد از دستگیری این افراد 10 نفر در باند وی در حال فعالیت و ادامه مسیر او بودند که 2 ماه پیش موفق به دستگیری وی شدیم. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.